سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب و بهانتو را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش، علل خصوص برای بهترین و بالاترین و بزرگترین نعمتش ایمان است. خداوند شکرانه خاص و سپاسگزارم. اما بعد قریب مدت 6 ماه می شود که بنده از شما مردم دور بدم و امروز الحمدلله با لطف پروردگار دوباره بعد 6 ماه بازگشتیم به صحبت ها و با سخن ها و دعوت ها به شما مردم تاجیکستان. اولا میخوام یک تشکر و سپاسگزاری بکنم به شما هموطنان و برادران و خواهران مادران که در یک مدت کوتاه اگرچه بنده یعنی سخنرانی میکردم یا که نوارها میکردم قدر یعنی گمان نیک نداشتم که احساس دوری مرا تنهایی مرا شما میکشین و زیاد پرسیدین نوشتین. حتی به بعضی زنگ ها من واقعا جواب ندادم، عذر میپرسم. از سایت هم برام آگهی بدم، یک بار یا دو بار در آمدم و به بعضی سوال ها یا که سخن ها جواب دادم، یعنی SMS ها پیامک ها. واقعا در سایت ها زیاد نوشتین، زیاد پرسیدین در کجا شدی، چی با نمیتوی، چی با افیر نستی، ویدیو نمیکنی و همه این سوال ها انشالله یک معلوماتی مختصر انشالله میرسونم برای شما. واقعا بنده قریب 6 ماه پیش اجازت گرفته بودم از برادرای مبارز، یعنی که از شورای حرکت سیاسی گروه 24 که من یک مدت تا ماه ینور با تعطیل یا که اتپسک میرن. در عموم بگیریم یک اتپسک یا تعطیل در یک سال یک بار و اونم 10 روز 15 20 زیاد من فکر میکنم از 30 روز زیاد نمیشود. اما به هر حال بنده یک چند سال بود که تعطیل یا که اتپسک رسمی نگرفته بودم. جمع کردیم، خلاصه کردیم، یک 6 ماه گفتیم هم از مبارزه کمی دورتر بریم. یک اساس بنده نقشم همین بود، تربیه روحی، زیرا تربیه روحی بالاتر از تربیه جسمی و موفق هم نشدیم، متاسفانه موفق هم نشدیم. به هر حال از پای زندگی بدیم و اگرچه در اکران یا در افیر یا در نوارها شما ما را میبینین، ما باور دارم که دیگر برادران مثل من هستند که در پشت نوار یعنی که بیرون از مبارزه اونا از دنبال زندگیشون یا با کاری همین روزمره مردم عادیواری مشغول هستند. از اون جمله بنده هم همچنینم. هیچ وقت نمیخوام دستنگر سرخم پیشی کسی باشم. باید از مهنت خودم، از کوشش تلاش خودم نان بخورم تا اینکه لذت چبر و حلال بدنش احساس کنم و در نزد خداوندم جواب داده بتونم به لقمه خوردگیم. و همین بود که یک 6 ماه یعنی از مبارزه از حرکت دورتر بدیم. در زندان نبودم، ایران بعضی سوال هایی که بود در زندان نبودم، تاجیکستان نرفته بودم، بیمارم نشیدگی بودم، هیچ مشکلی دم گرفتار شدگی ندادم. الحمدلله از خداوند به نهایت من راضیم، سپاسگزارم که هیچ وقت و هیچ مشکلی بزرگ دچار نشیدم و اگرچه هم به یگان مشکلی کوچک دچار شده باشم از اون ده بهتر و بالاترین پاداشم از جانب خداوند دیدگی هستم. یعنی بسیار من راضیم، ممنونم از پروردگارم. خب در اینجا جا دارد که از برادرایی که همکاری کردن، یعنی صفحه کانال یوتیوبی بنده را برادرها در اختیار داشتن، من واقعا سپورت دادم کانال، گفتم در اختیار شما. میدونستم که برادرها از ما بهتر و بالاتر برنامه ها دارن، خوبتر نگاه میکنن کانال و حاضرم هستن و انشالله میمونن. یعنی با یک دیگر همکاری داریم، دستگیری کردن و شما مردم هم دستگیری کردین و میکنین. یم لطف شما، حرمت عزت شما که اولا باز میگم که از خداوند تشکر میگم که عزت در دست خداوند، هیچ کس به هیچ کس دشمنی کردن نمیتونه، که برعکس خوبی کردن نمیتونه تا اینکه خداوند
همون بنده را در نظر مردم یا بد نگردونه که خوب نگردونه. از شما مردم تشکر میگم، سپاسگزارم برای دستگیری کردنتون و پرسیدنتون و کنجکاو میکنین، یعنی که برادر و هموطنایی که با شما صحبت ها دارن میپرسینشون، تنهاشون نمیگذارین. من شخصا از نام خودم به شما تشکر میگم و او برادرایی که کمک کردن، یعنی کانال ها را نگاه میکنن، از دیگر برادرها را برای ما واقعا تشکر میگم. این کاری خوب آسان نیست، هر کس هم با عهده نمیگیره. واقعا تشکر میگم و در آینده هم انشالله امیدوارم که با این برادرها همکاری هست، یک دیگر فهمی هست انشالله. و در اینجا صحیفه هایی که ما راستی بنده دارم از نام خودم و استفاده شون میبرم و حتما ما در هر سوالی باشه جواب میگم. چند سوالی هست که جواب نمیگم و ایرم من در این نوار برای شما برسانم. از کجای تاجیکستانی، الان در کجای و چی کار مشغولی؟ من فکر میکنم سوال هایی هستن که جوابشون مهم نیست برای بنده شخصا. این کار هیچ مهمی نداره، ارزشی نداره و شخصا بنده نمیخوام معلومات شخصی برای کسی بتم، زیرا همین چیزا خودم دوست نمیدارم واقعا. انشالله شما هم میفهمین، زیرا پرسیدن از کجا بدن، سن و سال، این قدر مهم نیست. فقط باید برای من و برای شما صداقت، راستی، راه راست مهم باشد. هر خطاگی دیدین، هر گفتنی ها باشه، هر کاری باشه، یعنی انتقاد قبول دارم. در سخن ها باشه، در هر عملی که شخصا از جانبی ما صورت بگیره، اما در مسئله شخصی فکر میکنم قدر مهم نیست. صحیفه های رسمی بنده در فیسبوک است و نام نسب خودم زید بابایوف و اگرچه صورت خودم نیست، صورتی در عکس یک نام نوشتگی است، I love you محمد، یا که پراروگ نوشتگی است، یا که I love you محمد است. یعنی همه از صورتی است که نام پیامبر. هیچ وقت ما رو علیش نمیکنم، هیچ وقت علیش نمیکنم، زیرا نام پیامبر در هر جایی که من در هر صحیفه ایم که موندم، اگرچه در فیسبوک تنها موندگیم، هیچ وقت علیش نمیکنم، صورت خودم هیچ وقت نمیمونم، هیچ وقت. تا وقتی فیسبوک در اختیار من هست یا که من زنده ام، عکس نام پیامبر در همون عکس همون صحیفه من خواهد ماند. صحیفه اینستاگرام دارم، در اونجا فکر میکنم صورت خودم، عکس خودم ما واقعا قدر عکسی زیاد هم ندارم و نمیگیرم. عکس خودم از فکر میکنم، او هم به نام نسب خودم زید بابایوف. در اونجا من و برای چی من اینا رو میگم، فیسبوک، اینستاگرام و این همین سایتی که شما میبینید، یوتیوب، در اینجا در اختیار خودم رسما من به سوالهای شما جواب میگم و هر خطایی که در او دو صحیفه شید، اینستاگرام، فیسبوک، شخصا من خودم جواب میگم. اما در یوتیوب شاید بعضی برادران در کامنتاری ها جواب داده باشند یا میتن، زیرا در یک کانال، شخصا کانال مده چند برادر نگهبین میکنه، یعنی که کمک میکنه و اونا هم آزادن سوال های شما را جواب بدن، یا که هر نواری میپرتن. اگرچه من هم نظارتشون میکنم، یعنی نگاه دارم، من جوابگرم، اما به هر حال من پیش عذر میپرسم اگر به سوال هایی که جواب نداده کدام هموطنی من، یا که کدام سوال هایی که شما را قانع نکنه جوابش، یا دیگر مسئله ها. خب به هر حال هموطنان گرامی، این معلومات کوتاه بود درباره نبودن ما که بعد یک 6 ماه تقریبا دوباره برگشتیم و ان شاء الله این آرزوی درینه ما است که سخن حق از زبان ما باید که تا وقتی که جان در بدن دارم برآید. یعنی در نظر دارم که نوارها و سخنهایی که از جانب خداوند، پیامبر و درد ملت و داغ روزه انشاءالله که شروع میکنیم، یعنی نوارها را در روزهای گوناگون به سمع شما میرسونیم و پیش بازم تشکر میگم از همه شما هموطنان که واقعا میپرسین، یعنی پرسجو میکنین و در غم و در خرسندی برادراتون همدرد، همراهین. انشاءالله که با صحبت ها هست. شما رو به خداوند قادر یکتا میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.